عزیز من محمد نوروز این لحظه باز چند مصلحت مفید را برایتان میگویم. این لحظه میخوام در برای سالمی حیات برایتان یک چند پیشنهادهای خوبی فایده‌ناک را پیشکش نمایم. اینا بود قلب باشید. اساساً برای سلامتی از همه خوب مشق پاک روزی می باشد. اگر همه ما هر پاک روزی از خواب خسته تمرین کنیم قوی و بعدم کلان میشویم. اونو میدونید سرخوبی مثل کمخوابی با سلامتی ما ضرر میرسانند. عالمان معیار خواب را معین کردند برای کودکانی نوزاد 14 تا 17 ساعت، برای کودکانی تا سن مکتبی 10 تا 13 ساعت، برای کودکانی سن مکتبی 9 تا 10 ساعت، برای کلانسالان 8 ساعت را مقرر کردند. البته خواب و جسم قوه میبخشد، سیستم عصب را آرام کرده عمل آن را خوب میگرداند. اما با معیار. دوستان عزیز، غذا و ارگانیسم ما اهمیتی حیاتاً مهم دارد. غذا سالم و تمامی ارگان‌های آدمیزاد ویتامین و مینرال‌های خوبی فایده آور را خواهد داد. اگر خواهید که سیستم عصب شما خوب کار کند غذای سالم را استعمال کنید. قرنفل بلغاری که از سبزیجات خوبی فایده آور می باشد. استعمال آن سیستم عصب را مستحکم کرده خاطره را خوب میگرداند. اکنون این لحظه درباره چشم با شما سخن میگویم. چشم نیز خاصیت‌های خود دارد. چشم را باید احتیاط کنیم. از هر گونه اشیاء خطرناک ایمن داریم. دوستان، برای احتیاط کامپیوتر، پلانشت و تلفن را زیاد استفاده نبرید. آنها به بینش چشم ما ضرری جدی میرساند. برای خوب گشتن بینش چشم گوشت ماهی را استفاده برید. انگور، سبزی و پیاز سبز را بیشتر استعمال کنید. یک چیز دیگر را فراموش نکنید. هیچگاه دستی نشسته خوراک نخورید، چون که این برای سلامتی شما زیان می‌آورد. میوه و سبزیجات را هم اول شسته بعد استعمال کنید. نگذارید که میکروب‌ها به جسم شما داخل شود، وگرنه به بیماری‌های گوناگون صحتی دچار می‌شوید. مخصوصاً آنها به معده و روده ضرری جدی می‌رسانند. برای درست و خوب کار کردن روده ها پومیدور را خوب استعمال کنید. نوشابه‌های گازناک را هرگز استعمال نکنید، چون که در آنها ماده‌های شیمیایی میباشد که به معده و روده ضرر میرساند. اگر خواهید که قد، کیت و موشک‌های شما پرقوت باشد حتما با ورزش مشغول شوید. برای این نمودهای ورزشی سبک، بسکتبال، تنیس، آببازی و فوتبال را استفاده برید. همسایان عزیز، این بود چند نصیحت‌های مفیدی که برایتان پیشنهاد کردم. اگر پیشنهاد مونده باشد حتما به دیگران مصلحت دید. بگذار همیشه صحت و سلامت باشید. خیر.